یکی از نشانده‌های تامین امنیت غذایی این استحصال محصولات کشاورزی با یک سر اهالی به شمار می‌رود. یعنی ما باید از روی آن نرم‌های فیزیولوژیکی برای انسان ضرور است محصولات رو تامین کرده باشیم. اگر ما به همین دوره نظر اندازیم اگر من سال 1992 و 2025 تحلیل کرده برآمدم ما یک همین خیلی نشانده‌ها و نایل گردیدیم که فرض کردیم اگر برای ما به استثنای استحصال غله دیگر تمام محصولات‌هایی که کشاورزی که ما امروز استحصال می‌کنیم به نرم‌های فیزیولوژی راست میاد. در ولایت سوق من گفتنی هستم. من اگر نسبت به معیار گوییم اگر حاضر ما 87% غله دانگی‌ها که تامین می‌باشیم. اگر کارتوشکا گیریم اگر نسبت به نرمی معیاری که معین کرده شده 64 از 8 کیلوگرم باشه اگر ما امروز 382 از 7 کیلوگرم استحصال می‌کنیم. اگر سبزیجات معیار 144 کیلوگرمی باشد ما 292 کیلوگرم استحصال کرده هستیم. میوه انگور اگر 76 کیلوگرم باشه یک سر اهالی باشه اگر 114 کیلوگرم یعنی یکونم مرتبه زیاد میباشد. اینچنین ما با معیارهای فیزیولوژی استحصال گوشت و تخم و بهرگی اجرا کرده استادیم. یعنی من چی گفتنی هستم در همین دوره اگر سالهای پیش جمهوری تاجیکستان با استحصال پخته مشغول باشد اگر دیگر محصولات کشاورزی که برای ما ضرور کارتوشکا گوشت شیر دیگر محصولات رو ما از دیگر جمهوری اتحادیه شوروی میگرفتیم و من همین را گفتنی هستم که وقتی که سال 2011 برنامه رشد ساحه کارتوشکا پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2011-2015 قبول کردیم و این برنامه دست داد که در یک مدت کوتاه ما استحصال کارتوشکا رو خیلی زیاد کنیم. اگر من همین فاکتور رقم ها رو نگاه کنیم اگر در دوام 35 سال میدان کشتی کارتوشکا 10 مرتبه استحصال آن 36 مرتبه زیاد گردیده است. یعنی ما سال گذشته 744,000 تن کارتوشکا رو استحصال نمودیم و امروز ما نه تنها اهالی ولایت سوخت بلکه به شهر دوشنبه دیگر مناطق جمهوری تاجیکستان از کوهستان مچو اشدیوشتیچ از استراوشان دیگر پنجکن تامین کرده سادیم. البته من همین را تاکید کردنی هستم که همین دستاوردها در نتیجه مهنت بسیار صافدلانه مهنت زبردستانه ساحه کشاورزی به دست آورده است و من اطمینان کامل دارم که در مرحله نوی که حاضر ما ایستادیم یعنی صنعت کنونی با صورت خواجگی خلق شده است. اکنون ما در نزد ما وظیفه است که همه آن محصولات هایی که ما استحصال می‌نماییم باید حتما کار کرده شود.